تربیت اسب داریم توسط یکی از بهترین تربیت کننده های اسب محمود بهادری. برو محمود، چقدر زیبا کار میکنه این تربیت کننده. عالیه. جنبش هم میده بالا. و این چه؟ بله، داداش تو این زمینه ناشی اسب نژاد عربی از یکی از بهترین نژادهای موجود در کشور هستش. چه یکی از خودت فیلم نمیگیره؟ تربیت کننده اسب محمود بهادری، مالک محمد اشتاد، بازرس آقای محسن. رفت محمود رفت. ولش کردی. وای اسب